خوش اومدیم به این ویدیو آموزش از کانال اسکریپت. امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو آپدیت کوچیکی از زتاچین هستش، تستنت هستش، هیچ هزینه‌ای براتون نداره. اگر تا حالا کار نکردید با شبکه زتاچین حتما ویدیو قبلی رو ببینید. خب لینک اول رو باز میکنیم، وارد مرورگر کیوی میشیم و وارد میکنیم، یا کیوی یا میسیز هرچی، یه مرورگر که با افزون کار کنه دیگه راحت. خب این تو این ساعت باید فاست بگیرید ازش. اولی که باید توییتر رو وصل کنید که قبلا وصل کردم به ولتت، قبلا انجام داده باشین هنوز براتون هستش. رو ریکوست که بزنید براتون 3 تا باید بفرسته. همینجوری میبینید میگه شما 3 تا توکن تسی زتا دریافت کردید. بعد میتونید تا برید روی زتا لبس که بزنید پلتفرم‌های اصلیشو میاره. اینا میتونید اینا رو اصلا تراکنش چیزی روشون بزنید بهتون امتیاز میده. خب بریم لینک بعدی. بعد که کپی کرده میریم وارد میکنیم. اگه اصلا از توی سایت یک بار درخواست کرده بودی میتونید برید از دیسکوردش بگیرید. برای دیسکورد گرفتن فقط کافیه توییتر رو بس کنید. تو ویدیو قبلا بهتون گفتم قسمت زتا فاست.net 3 جای زتا فاست دیری بنویسید و آدرستون، آخرش هم زتاچین. خب وقتی وارد این صفحه شدیم میتونید از بار روی شبکه اصلا دارید میزنید، اینجا میتونید زتاچین رو انتخاب کنید تا شبکه براتون سویچ بشه. حالا من فعلا این کار نمیکنم، برم تسکاش انجام بدم. اولی که فالو، دومی که جوین دیسکورد که آسونه، سومی هم که میگه باید سابمیت کنید فایلشو، بریم انجام بدیم. بعد تراکنش رو بزنیم و آپلود کنیم. خب میتونید از اینجا لینکشو کپی کنید این شکلی، یا لینکاشو گذاشتم براتون دیگه تو تلگرام. لینک فاستش اول، بعدش هم لینک خودش. خب وقتی وارد این صفحه شدیم میتونید اصلا از شبکه‌های دیگه هم فاست بگیرید اگه خواستید. ما اینا کار نداریم. اسکرول هم حتی هستش. بریم روی زتاچین. خب اینجا آدرستون رو میزنید و ریکوست میدید. میتونید نگیر، فرقی هم نمیکنه. بعدی که ریکوست بدین یک هش براتون این پایینش مینویسه که فرستادم. بعد بریم لینک بعدی هم باز کنیم که لینک اصلی هستش. بعد تراکنش رو این بزنید. خب اینجا ازتون فالو توییتر میخواد، جون دیسکورد که قبلا انجام دادیم. حالا سریع میزنیم روی اینا، مثلا حل شده اینجا رو میزنیم. چنج نتورک رو میزنیم، کار نمیده. میتونی از همون کوستن هم عوض کنی شبکهشو. جای روی این زتاچین آتنس رو بذارید. اینجا باید براتون درخواست بیاد. بایستیم. خب اینجا میگه عوض کن. خب ما هم عوض کردیم و بریم سایتش. اینجا باید توکن اولی که زتاچین انتخاب کنید، دومی هم یکی از اینا رو انتخاب میکنید، مثلا بیت کوین. مقدار میگه بزن مثلا 2 تا. اینجا رو ریویو میزنید و بعد سواب ما میسیم تراکنش بیاد. خب اینجا باید تایید باید بکنیم. یک دونه زدیم. خب چقدر فیش کم میبینید، زیاد نمیگیره ازتون. بریم ببینیم تایید شده. خب این تایید داره میشه. وقتی اینجوری شد یک اسکرین شات ازش بگیرید تا به اون کوستنه بفرستید. میتونید تراکنش دیگه هم بزنید یا برید دیگه
اسکرین شات رو بفرستید، کوئسشن رو انجام بدید. خب اینجا رو آپلود ایمیج میزنید و عکستون رو میفرستید. یک وایسیم تا آپلود کنم، بعد روی کانفیرم میزنید. این حدود یه روز طول میکشه تا کانفیرم شه. بعد که هر ستاش تیک خورد میایید پایین اینجا روی کلیم ریوارد میزنید و میگیرید. بریم تست که بعدی. خب این تست که بعدش هم که مال همه ادیه دیگه و فالو من که باید رولش رو داشته باشه دیگه. آره اگر از این مدل ویدیو خوشت میاد حتما چنل رو سابسکرایب کن و با لایکت بهمون انرژی بده. اینجا یه اسپیس یوزر باش، این فالو بالا رو باید بزنید تا جز اسپیس یوزراش باشید. اینو بزنیم. این چی میخواد؟ رول ماریر رو ببینیم تیک میخوره. بریم دیسکوردش ببینیم چه خبره. خب این رفتم صفحه دیسکوردش، همین رول مارینر هستش، اون رول ویریفای هست. اون قسمت اول که ویریفای میاد ایموجی سبزه رو بزنید پایین، ویریفای میشید. بعد میاد روی کلیم میزنید دیگه، میتونید برای دوستانتون هم بفرستید و امتیاز بیشتری بگیرید. نیاز به فی چیزی نداره برای کلیمش. بریم تست که بعدی. خب این فالو هم که رول ویریفای زتا چینه، قبلا اون ویدیو رو زده باشین دوتا براتون تیک میخوره و آخری باید بزنید که مربوط به فرمش هست. میزنیم روش تا فرم بالا بیاره. خب در این فرم که قسمت اول باید آدرس والتتون رو کپی پیست کنید اینجا، بعد سوالاش حل میکنید که این گزینه آخره. جواب سوالاش هم براتون میذارم. دومی باید اولی باشه، خب این باید سومی باشه، این آخری اولی، این و گزینه آخر. آدرس والت هم بذاریم. خب آدرس هم که گذاشتیم، گزینه هم که پر شد، به سابمیت میزنیم. خب اینجا حل شد. میتونید فرمتون هم نگاه کنید اصلا جواباشو درسته یا نه. درسته بریم تیکشو بزنیم، بکنیم یه روز طول بکشه. حالا نگاه کنیم، بزنیم روش ببینیم چی میشه. گفتم یه روز طول میکشه، بعد از یه روز میاد کلیم میکنید. بریم تست که بعدش. لینک همینا رو تو دیسکریپشن میذارم، تو گروه هم میذارم براتون. خب این هم دقیقا مثل قبلی فرم داره باید پر کنید. اون تو اول هم که مال قبلا تیک خورده. خب تو این فرم هم که اولی آدرس والتتون حتما باید با گلکسی کی باشه. اینجا هم که میگه سوالا جواب بدین، زتا چه مینت و زتا گزینه اول. بعد اینجا هم گزینه دوم. گفتن این شبکه اکسپلور هستش، مشتریشون زتا اسکن جلوشون، اصلا اتر اسکن، بی اس سی اسکن میذاره جلوش و اکسپلورش بالا میاد. اینجا هم گزینه آخر سومی و یه دو سابمیت میزنید و این فرم هم براتون تکمیل میشه. خب اینم که اومدش. بعدش یک روزم باید برید توی گلکس تایید کنید. این دقیقا مثل ما قبلیه دیگه، امروز زدید فردا میرید تکمیل کنید. بعد میایید توی گیلدش، بعد رولاشو بگیرید. بعد از اینکه این دوتا رو زدید الان نرید، میخوام بهتون یاد بدم و چیکار کنید. خب وقتی وارد میشی کانکت والت میزنید. این هم که میتونی گیلد پینش رو مینس کنید که قبلا
توی گروه گذاشته بودم. بوده 1 متیک میخواست. این هم که رولشه دیگه، قبلا گذاشتم ممبر و داتا ساپورتر و بتا و این هم که انجام دادیمه برای فرما. برای من تیک خورده، فکر کنم فرما انجام شده حساب کرده. یه زتا نایت یه همین هم بود دیگه، رولش رو بگیرید تمومه. یا علی، خدا نگهدار.